برای اولین بار ما 2 مرکز آسان خدمت که همراه ما سال گذشته مدغم شد ایجاد کردیم که تحت چتر واحد خدمات عامی حکومت ارائه میکنه. بر علاوه تذکره الکترونیکی و خدمات ثبت آن نفوس، خدمات دیگه که در ادارات مختلف است که انشالله عنقریب از طریق رسانه ها، از طریق شما حتما مورد موقعیت هایش و کارایش به نشر میرسند.